است. من در سال 2000 به سیلیکون ولی آمدم و در نهایت از تندرلاین، یکی از محله‌های سان فرانسیسکو، سر درآوردم. این بخش از شهر جایی است که محلی‌ها توصیه می‌کنند از آن دوری کنید. آنجا شما مدام با صحنه‌های عجیب مواجه می‌شوید. مثلا آشفته حالی را می‌بینید که سرش را به ایستگاه اتوبوس می‌کوبد. این بخش تاریک و خشن سان فرانسیسکو است و جایی است که می‌توانی ببینی رویای دنیای اینترنت و ارتباطات از بین می‌رود. سان فرانسیسکو سابقه تاریخی در طمع و پولدوستی دارد. این شهر پشت ماجراهای جستجو برای طلا بود و حتی یک زلزله ویران کننده هم نمیتواند جلوی حرص و آز اقتصادی شهر را برای طولانی مدت بگیرد. گول ظاهر آرام این شهر را نخورید. ریتم واقعی این شهر پر سر و صدا و مهیب است و در سال 2000 سان فرانسیسکو تحت تاثیر رونق کسب و کارها و همان طمع همیشگی بود. آن دوران دیدن جمعیت زیادی که دچار تب با اینترنت خیلی زود پولدار شده بودند بی‌نظیر بود. سازهای انرژی این جریان فراگیر سراسر شهر را ملتهب کرده بود و من هم آنجا بودم، وسط محرومترین بخش سان فرانسیسکو، و شاهد بودم که مردم چطور با این جریان بالا و پایین می‌روند. همه تقریباً داستان‌های معروف جنون کسب و کار در این دوره را شنیدند. شما دیگر مجبور نبودید برای راه انداختن یک شرکت موفق چیزی بسازید که دیگران از شما بخرند. فقط کافی بود ایده‌ای درباره کسب و کار اینترنتی داشته باشید و همه جا اعلامش کنید تا یک سرمایه‌گذار مشتاق شود هزینه‌های عملی شدن ایده شما را تأمین کند. هدف اصلی این بود که در کوتاه‌ترین زمان بیشترین درآمد را داشته باشید، چرا که همه حداقل در ناخودآگاهشان فکر می‌کردند در نهایت این رویا تمام و واقعیت از جایی شروع می‌شود. اهالی دره سیلیکون مصداق بارز کلیشه سخت‌کوشی شدند. مردم در سنین 20، 30، 40 و 50 سالگی شب و روز کار می‌کردند. اتاقک‌ها و خوابگاه‌ها تبدیل به اقامتگاه‌های موقت شدند و سطح بهداشت شخصی به حداقل رسید. عجیب این که مشخص شد ساختن هیپشی کار بسیار پرزحمتی، اما وقتی فشار کار کمتر شد گزینه‌های تفریحی زیادی در دسترس بود. شرکت‌های معروف و رسانه‌های قوی آن دوران در جدالی سخت برای از دور خارج کردن همدیگر گرفتار شدند و مهمانی‌ها و مراسم هرچه بزرگتر و رویایی